بسم الله الرحمن الرحیم. با ادامه مبحث لگاریتم در خدمتتون هستیم. ما عرض شد جلسه قبل خدمتتون که لگاریتم در واقع تابع وارونه، تابع نماییه. تابع وارونه، تابع نمایی. یعنی چی؟ یعنی اگه تابع نمایی داشتیم y مساوی با a به توان x، گفتیم اگه بخوایم تابع وارونه اینو به دست بیاریم، یعنی بگیم x مساوی با چی، هیچی نمیتونیم راجبش بگیم. یعنی x رو هیچ جوره نمیتونیم از تو توان بیاریم پایین، آخر شیطون پایین نمیاد. باید چیکار کنیم؟ باید بیایم از یه اپراتوری تحت عنوان لگاریتم که با l و o و g نمایشش میدن استفاده کنیم. یعنی لگاریتم y در مبنای a میشود x. قبوله؟ همینو اگه لگاریتمشو بگیرم میشه لگاریتم y در مبنای a مساوی با x. یعنی چیزی که این زیر نوشته میشه اسمش اینه، بعضی کتابا بهش گفتن مبنا، بعضی کتابا چون این توی پایه قرار گرفته، پایه این توان است دیگه، قبوله؟ بهش گفتن پایه. قبوله؟ بعضیا بهش گفتن بیس. بیس هم باز به معنی پایه است. قبوله؟ خب پس این اسمای مختلفش مثال بزنم براتون. مثلا 2 به توان 3 شده 8. پس ما انتظار داریم که اگر لگاریتم 8 رو در مبنای 3 بگیریم جوابش بشه چیزی که اینجا تو توان قرار گرفته. قبوله؟ در مبنای 2 بگیریم میشه 3. قبوله؟ خب گفتیم یه تعبیر دیگه هم وجود داره. تعبیر دوم چیه؟ تعبیر دوم اینه که لگاریتم به شما جواب این سوالو میده. میگه آقا 2 رو چند بار تو خودش ضرب بکنم بشه 8. قبوله؟ یعنی توان مجهوله. قبوله؟ توان مجهول است. یعنی وقتی میگیم لگاریتم x در مبنای a، اینجا چی رو میخوایم؟ توان رو میخوایم. یعنی بوده a به توان یه چیزی شده x. قبوله؟ میفهمین؟ خب حالا که اینقدر بچه های خوبی هستین بفرمایید که لگاریتم 2 در مبنای 2 چنده؟ 1. احسن. 2 رو اگه یه بار تو خودش ضرب بکنیم میشه 2 دیگه. قبوله؟ پس لگاریتم 2 در مبنای 2. به طور کلی میتونیم بنویسیم لگاریتم هر عددی تو مبنای خودش میشه 1. 10 هم باشه 10 رو چند بار تو خودش ضرب میکنیم؟ میشه 10. قبوله؟ پس این اولین قانونی که تو لگاریتم وجود داره. لگاریتم هر عددی در مبنای خودش همان عدد است. اثبات هم میخواد؟ اینقدر بدیهیه واقعا اثبات نمیخواد. دومین قانونی که اینجا وجود داره اینه که اگر 2 تا عدد لگاریتمی مثلا داشته باشیم لگاریتم a در مبنای b اضافه شده باشیم با لگاریتم مثلا c در مبنای b و مبناهاشون یکیه، اینو میتونیم چیکار کنیم؟ اصطلاحا میگن جمع رو میتونیم تبدیل به ضرب بکنیم. یعنی اینو بنویسید لگاریتم a ضرب در c در مبنای b. بله مثال، مثلا لگاریتم 2 در مبنای 3 به اضافه لگاریتم 6 در مبنای 3 میتونیم بنویسیم 2 6 تا 12 تا، یعنی لگاریتم 12 در مبنای 3. اینا رو حساب کنیم با هم یکیه.
آقا همه لگاریتما رو میتونیم اینجوری حساب بکنیم بگیم آقا چی رو چند بار در خودش ضرب بکن عددش به دست بیا؟ نه، مثل توان میمونه. مثلا توان 2 به توان 1/41 رو میتونی حساب بکنیم چقدر میشه؟ روش عددی داریم براش، از بست تیلور و بست مکلورن و اینا استفاده میکنن، اینا رو به دست میارن، یعنی میشه به دست آورد. منتها معمولا میریم سراغ ماشین حساب میزنیم. قبوله؟ تو لگاریتم هم همینه، یا باید بری به جدول مراجعه بکنی یا تو ماشین حساب بزنی، یا یه خط کشایی هست روش تقسیم بندی لگاریتمی داره، از اون خط کشه استفاده بکنی لگاریتم‌های مختلف تو به دست بیاری. حالا یه ذره جلوتر که بریم یاد میگیریم که لگاریتم یه سری اعداد خاص اگه داشته باشیم، مثلا لگاریتم اعداد رو تو مبنای 10 داشته باشیم، میتونیم لگاریتم اعداد تو مبنای 2 هم با یه کلکی حساب بکنیم. حالا این قوانین بعدی میشه. خب الان خواستم همین وقتی ممیزش الان 12 به 3 نمیخوره دیگه، یه عدد ممیزی در این بله، یعنی 3 رو چند بار تو خودش ضرب بکنیم بشه 12؟ چیزی نداریم تو ذهنمون. قبوله؟ قطعا یه چیزی میشه که دم دستی نیست، عدد طبیعی نیست. 2 خورده بگو. خب متوجه شدی؟ این دومین قانون. سومین قانون چیه؟ سومین قانون همینه، منتها این دفعه به جای جمع منهای. چه فرقی میکنه به نظرتون؟ قبل از اینکه بنویسم چه فرقی میکنه به نظرتون؟ تقسیم میشه. یعنی چی؟ یعنی میتونیم اینو بنویسیم لگاریتم A تقسیم بر C در مبنای ب. آقا حالا که این دوتا رو نوشتیم، به نظرتون این درسته اینطوری بگیم لگاریتم A منهای C در مبنای B بشه لگاریتم A تقسیم بر C؟ این درسته؟ قطعا غلطه دیگه. قبوله؟ نه هر بچه‌ای میدونه، ولی بعضی این خطا رو انجام میدن، نمیدونم چرا. یا مثلا بگیم لگاریتم A در مبنای B ضرب داره لگاریتم C در مبنای B. آیا اینو میتونیم بنویسیم لگاریتم A به اضافه لگاریتم C؟ میتونیم این کار رو بکنیم؟ نه، قطعا غلطه دیگه. خب یه مثال بزنم برای این قانون دوم. مثلا اگه داشته باشیم لگاریتم 6 در مبنای 2 به اضافه شده باشه با لگاریتم چی بگیم مثلا ساده هم بشه 3 در مبنای 2 میشه چی؟ منها میشه چی؟ میشه 6 تقسیم بر 3 در مبنای 2. یعنی چند؟ 6 تقسیم بر 3 میشه 2. میشه لگاریتم 2 در مبنای 2 که هر عددی تو مبنای خودش میشه لگاریتمش 1. اگر مثلا جواب اون لگاریتم مثلا 6 بر مبنای 2 رو به دست میاریم، جوابش به لگاریتم 3 بر مبنای 2 می‌کردیم میشد 1. میشد 1. آره احسن. یعنی اگه مثلا لگاریتم 6 در مبنای 2 رو داری، اینم داری شده 1. این 3 بر مبنای 2 رو میتونی از این به دست بیاری. خب چهارمین قانون میگه اگه داشته باشی لگاریتم x در مبنای a، اینو بیای جای مبنا و x رو عوض بکنی، لگاریتم معکوس میشه. یعنی میشه 1 بر روی لگاریتم a در مبنای x. حاصل و پایه عوض جای حاصل و پایه عوض میشه. اما قانون پنجم میگه که اگر داشته باشی لگاریتم a در مبنای b، منتها این a به توان n رسیده باشه. قبوله؟ اینو میتونی توان رو بیاری
پشتش بنویسین، یعنی توان ضرب بشه در این. قبوله؟ یعنی این میشه n لگاریتم a در مبنای b. قبوله؟ عدد نداریم. مثلا داشته باشیم لگاریتم من حاصل هم داشته باشیم. لگاریتم مثلا 9 در مبنای 3. میتونیم اینو بنویسیم چی؟ 9 رو بنویسیم 3 به توان 2. قبوله؟ 3 به توان 2. حالا 2 میاد این پشت میشه 2 لگاریتم 3 در مبنای 3 میشه 2. قبوله؟ کمک به ساده شدنش میکنه. کمک به ساده شدنش میکنه. یعنی اونجوری هم 2 بود اینجوری هم. یعنی خود لگاریتم 9 در مبنای 3 شاید یه ذره مشکل به عدد علل خصوص اگه بزرگ باشه یه ذره مشکل میشه. میتونی اینجوری برای خودت ساده سازیش بکنیم. قبوله؟ خب این اثباتش رو چجوری بنویسی؟ خیلی ساده. لگاریتم a به توان n دیگه. a به توان n خودش یعنی چی؟ میتونیم اینجوری بنویسیمش دیگه، بگیم a رو n بار تو خودش ضرب میکنم. درسته؟ قبوله؟ خب برگردیم به قانون شماره 2. قانون شماره 2 چی میگفت؟ میگفت اگه 2 تا لگاریتم با هم جمع شده باشن میتونیم ضرب کنیم. حالا لگاریتم ضرب رو میتونیم تبدیل کنیم به لگاریتم جمع. یعنی این مساویه با لگاریتم a در مبنای b به اضافه باز لگاریتم a در مبنای b الی آخر چند باره این؟ n باره. قبوله؟ پس یه بار حسابش میکنم ضرب در n میکنم. قبوله؟ الان همه اینا برای یه مبنای بی هم باید پایین باشه. در مبنای بی هره. یه مبنای بی هم باید دوباره داشته باشه. بیا این هم یه صورت غلط اینجا می نویسم. لگاریتم a در مبنای b ضرب در لگاریتم c در مبنای b. این نمیتونی بنویسی لگاریتم a به اضافه c در مبنای b. این هم یه صورت غلط دیگه. قبوله؟ ولی لگاریتم a ضرب در c رو که میتونم بنویسم لگاریتم a در مبنای b اضافه c در مبنای b. قبوله؟ این تساوی دو طرفه درسته تا این شکل غلطه. بعضیا چون لفظی حفظ میکنن این لفظ تو ذهنشون میمونه، میگن لگاریتم جمع رو تبدیل به ضرب کن. خب پس شاید این برداشت بکنه که ضربم میشه تبدیل به جمع کرد. اینجا یه اشتراک لفظی اصطلاحاً پیش میاد. به خاطر این اشتراک لفظی که تو ذهن به وجود اومده شاید این اشتباه ها اینطوری رخ بده. خب تا همینجا قابل استفاده ان شاءالله بوده باشه. بریم جلسه بعد این فرمولا رو یکی یکی براتون اثبات میکنم.